به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم و امیدوارم هر جایی که هستین زندگیتون سرشار از ثروت و سلامتی باشه. من معین ملک نیا هستم و شما دارین من رو از کانال یوتیوبم دنبال میکنید. اگه به محتوای آرایشگری بیشتر علاقه دارین کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید، چون ما هر هفته یک ویدیو میذاریم. تو این قسمت از برنامه میخوام با یک ابزار خیلی مهم آشنا بشیم، ابزاری که باش آشنا شدیم ولی طرز کارش رو میخوایم تو این قسمت بهش بپردازیم. وسیله‌ای که میخوایم امروز راجبش صحبت کنیم ماشین اصلاح حجم زنه، یعنی باهاش میتونیم حجم موها رو بگیریم. اگه بخوایم بیشتر با این ابزار آشنا بشیم، این ابزار کار کات رو انجام میده. یک ماشین اصلاحیه که توش یه دونه موتور داره و یه تیغه متحرک و یک تیغه ثابت و یک اهرم در کنارش. دستگاه یک کلید آن آف داره که روشن میشه و زمانی که روشن میشه تیغه بالایش ثابته و تیغه پایینی متحرک و کار برش رو انجام میده. دستگاهی که تو بازار هستن مدل‌های خیلی مختلفی دارن، ما کاری به مدلاش نداریم. تیغ‌های مختلفی دارن، ما کاری به تیغ‌هاش هم نداریم. طرز کار این دستگاه کل همشون یکیه، چه برند آمریکایی وال که تو دست منه و چه برندهای چینی مثل کیمی و جیمی و جیارل و اینا، همشون هدفشون فید انداختن، سایه انداختن و کم حجم کردن موه و کارهای همشون یکیه، یعنی فرقی نداره. همین اول کمالگرایی رو کنار بذاریم و وقتی دارین شروع میکنیم میتونیم با یک ماشین یک میلیونی چینی شروع کنیم، مثل ماشین به قول معروف کیمی، مثل اینجور برندا که به نظر من کارایشون خیلی خوبه، تکامل رو طی کردن و تو ساخت ماشیناشون کمتر از این ماشین آمریکایی نیستن. اهرامی که در کنار این دستگاه هستش کار کم و زیاد کردن شونه ها رو انجام میده، یعنی شما زمانی که این اهرم رو به سمت بالا میبرین تیغه ثابتش بالا پایین میره و متحرکش همونجا وای میسه و کار برش رو انجام میده. از شماره نیم کمتر به 0 رو به شما میده و بالا هم به نیم یا 1 میرسه، بستگی به نوع ماشین اصلاح داره. یک سری شونه که بهش میگن شونه های الحاقی روش میخوره، یعنی روش سوار میشه که از شماره نیم به اندازه‌ای که میخواین کوتاه کنید شروع میشه و تا شماره 16 و 24 و 25 و عددهای مختلف داره. به این قسمتش کاری نداریم، میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم حالا از این استفاده کنیم. در وهله اول زمانی که به این دستگاه نگاه میکنید، به دستگاه حجم زن، یک شیارهایی رو پشت دستگاه میبینید که جای انگشت و به قول معروف طراحی شده واسه اینکه تو دست خیلی خوب بشینه. زمانی که دستتون میذارین دستگاه خیلی حالت ایستایی خوبی داره و شما خیلی راحت میتونید همون اول متوجه بشین که این دستگاه به چه صورت کار میکنه. ما از دست راست خودمون استفاده میکنیم. البته اینم بگم که ماشین اصلاح واسه دستای چپ هم طراحی شده و جای اهرمش به این سمت میاد. کسایی که با دست چپ کار میکنن جای اهرمشون فرق میکنه، یعنی اینور این اهرم کم و زیاد ایجاد میشه. پس اینم از این قضیه. واسه شروع میخوایم ببینیم که چجوری این دستگاه تو دستمون میشینه. زمانی که شما دستتون رو به این صورت قرار میدین به سمت جلو، این ماشین میاد روی انگشتان دست میشینه، روی این دوتا انگشت میشینه. ببینید روی این دوتا انگشت میشینه و این دوتا جای انگشت برای انگشت اشاره و انگشت وسط هستش و اینم اینجا دستگاه رو نگر میداره. ادامه کار زیاد اینو پایین نمیاریم، به این صورت مشت نمی کنیم، چون قراره که از انگشتان دست توی این ماشین اصلاح و به قول معروف کار کردنش استفاده کنیم. پس ماشین اصلاح رو یک بند پایین میاریم به این صورت، فشار نمیدیم و خیلی ساده این ماشین اصلاح تو دست ما قرار میگیره.
قسمت جلوی ماشین اصلاح یه جای انگشت داره که انگشت شست روش قرار میگیره. به این صورت خیلی ساده است، اصلا به نظرم نیازی به توضیح دادن نداره، چون خیلی ساده و روون. شما همون اول وقتی میبینینش متوجه میشین که ماشین اصلاح که اینجوری نمیگیرن، که اینجوری میگیرن، جای انگشتش هست و خیلی شل اینو تو دستمون قرار میدیم، تو سطح دست قرار میگیره. به این صورت از زوایای مختلف هم بهتون نشون بدم شما متوجهش بشین. خب حالا که فهمیدیم که این ماشین اصلاح چجوری دستمون قرار میگیره، میخوایم ببینیم که این ماشین اصلاح چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم. ببینیم بچه‌ها، ماشین اصلاح بستگی به زاویه‌ای که شما میخواین ماشین رو سر بکشین، اگه این سر باشه، اگه میخواین رو سرتون بکشین، به مبنای زاویه این ماشین اصلاح از قسمت‌های مختلف استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی که اگه شما این دست رو در نظر بگیرید، ما اینجا چند تا ماهیچه داریم. ماهیچه اول ماهیچه انگشتان شما هست. بذارید این ماشین رو بردارم شما راحت ببینید. ماهیچه اول ماهیچه دست یا انگشته، جایی که میتونید ازش استفاده کنید. پس میشه اولین مکان استفاده، جایی که شما ماشین رو توش نگه می‌دارید و میتونید ازش استفاده کنید. متوجه میشین؟ این میشه ماهیچه اول ما. یعنی چی؟ یعنی از یکی از راه‌های استفاده کردن از ماشین اصلاح دسته. خیلی ساده دارم توضیح میدم و ابتدایی که متوجه بشین. اولش میشه ماهیچه‌های دست یا انگشت. دومین ماهیچه‌ای که وجود داره ماهیچه ساعد یا مچ هستش، دومی. سومی ماهیچه آرنج یا بازو هستش که میتونه این دست رو به سمت بالا پایین ببره. سوم ماهیچه‌ای که اینجا وجود داره ماهیچه سرشانه هست. این ثابت، این ثابت، آرنج ثابت، سرشونه. خب تا اینجا فهمیدیم که ما 4 تا ماهیچه داریم توی یه دستمون. اینم در نظر بگیریم این ماهیچه ها رو برای استفاده از ماشین اصلاح منظورمه. ولی ما اینجا ساید پایینی رو داریم، ساید بالایی رو داریم، ماهیچه داریم، پشت بازو داریم. اینا رو من کاری بهشون ندارم. میخوام بهتون بگم که برای استفاده کردن و کارکرد این که ما چجوری از دستمون استفاده کنیم برای این ماشین اصلاح، از چند تا نقطه فشار تو دستمون استفاده میکنیم. اول از انگشتان، دوم از مچ، سوم از آرنج و چهارم از سرشونه. یعنی چی؟ ببینید ما توی فیدمون مدل‌های مختلف فید داریم. یعنی چی؟ تو این سایه‌ای که وجود داره هید میگم یعنی چی که شما بیشتر متوجه بشید اگه واسهتون جای سواله. ما اگه در نظر بگیریم اینقدر فاصله فید ما باشه، این کنار سر، این کنار سر، ما یک فاصله چند سانتی متری داریم. بعضی از فیدا سفیدیشون پایین تره، زاویه نقطه سفید و توسی روشن پایین تره. بعضی از فیدا اون طیف نوریشون یه ذره بالاتر میره. بعضیا فقط کنار شقیقه هست، مثل این فیدی که من چند وقت پیش انداختم. هر کدومش هم اسم داره. یعنی این فید خیلی پایین میشه تیپر فید، فقط دور شقیقه و دور این ناحیه به قول معروف فید میخوره، میشه تیپر فید. یه مقدار بالاتر میشه لو فید، یه مقدار بالاترش یعنی خیلی فید چیزی باشه به سمت بالا باشه میشه های فید. تو هر کدوم از این فیدها ما نیاز به این داریم که این زاویه ماشین رو کمتر پرتاب کنیم. توجه میشین؟ یعنی این دستمون رو کمتر پرتاب کنیم. واسه همین باید از این ماهیچه ها تو قسمت های مختلف فید استفاده کنیم. تو بخش اول میایم ماهیچه های دستمون رو قوی میکنیم و اصلا به این کار نداریم که بخوایم با این مثلا مچ چه فیدی بزنیم، چی کار کنیم. اصلا کاری با این نداریم که با انگشت میخوایم چیکار کنیم، با ساعد و با آرنج میخوایم چیکار کنیم. واسه همین میایم فعلا عصب عضله خودمون رو واسه نگه داشتن این ماشین اصلاح تو ذهنمون اوکی میکنیم. این میشه عضله و عصب و اینو جا میندازیم تو دست راستمون
و باهاش آشنا میشیم که فردا روزی رفتیم روی یه مدل میخواستیم این کار رو انجام بدیم، خیلی راحت بدونیم که آقا این انگشت، فقط این مچه، این ساعد، این به قول معروف سرشون است. واسه همین واسه هر کدوم از این قسمت ها ما یه تمرین داریم. تمرین اولی که واسه در نظر گرفتم، از همین شروع میخوایم با دست یا انگشتان آشنا بشیم. این ماشین اصلاح با دست یا انگشت میتونه کار کنه. ببینید این اگه ماشین اصلاح باشه خیلی راحت بازی میکنه دستو. میبینید به این صورت 1 2 3 خیلی راحته، مچ ثابته و فقط داره انگشت کار میکنه. حالا یه جایی میشه مچ با انگشت با هم دیگه کار میکنه و این دوتا به هم دیگه کمک میکنن، ولی اول تو تمرینمون باید یاد بگیریم که چجوری انگشت بزنیم، یعنی با انگشتان ماشین اصلاح رو هدایت کنیم. خیلی ساده است. از نمای جلو، نمای بغل، این صورت بگیرم که شما متوجه بشین. این همه چیز ثابته. سعی کن دارین تمرین هم میکنین این دستتون یا صاف باشه که بتونه قشنگ ببینید. ببین مچتون رو ثابت نگه دارین و با انگشت، فقط با انگشت. من از نمای مختلف میگیرم بچه‌ها که شما متوجه بشه. این میشه تمرین اول. فقط انگشت، انگشت، فقط انگشت بزنید. 20 دونه به تعداد بشمارین، خیلی آروم این کار انجام بدین. نکته: زمانی که دارین تمرین میکنین سعی کنین که اون سر رو تجسم کنین و در نظر بگیرین که گوشه سر به این صورته. تجسم کنین که دارین موها رو کات میکنین. خیلی آروم بچه‌ها، خیلی سریع نزنین، خیلی آروم بزنین و این ماشین که داره رو پوست بازی میکنه رو در نظر بگیرین، تجسم کنین، احساس کنین داره این ماشین اصلاح شما موها رو کات میکنه. حالا اگه یه مقدار تجسم کردن واسه تون سخته، از یه بالش استفاده کنین. رو صندلی مثل من بشینید، بالش رو جلوتون بگیرین و احساس کنین که این سره. میبینین چقدر راحته؟ خیلی ساده است. با ابزارهایی که تو خونه دارین شما میتونین این کار انجام بده. احساس کنین که این یه سره و یه حالت منحنی کنارش داره. بچه‌ها سخت نگیرین، بهونه نیارین، کمالگران نباشید. ما میخوایم آرایشگر شیم. آرایشگر یعنی متفکر، زرنگ. آرایشگر یعنی استوار، قدرتمند. این شاخص‌ها رو در اون خودتون ایجاد کنید. این پارامترها رو در نظر بگیرید. سخت نگیرید. قراره که شما واسه خودتون مستقل بشین، استاد بشین، یک فنی رو یاد بگیرید و کسب درآمد کنید. از زیر کار در نرید و سعی کنید کار رو به نحو احسن انجام بدید. پس تمرین اولمون شد استفاده از انگشت. میبینید مچ من ثابته، فقط دارم انگشت میزنم. متوجه میشین بچه‌ها؟ ببینید این اگه سر باشه، میبینید این شد تمرین اول بچه‌ها. تمرین دوم استفاده از دومین مایچه دست یعنی مچه. اینجا ما دیگه انگشت نمیزنیم، این ثابته، زیاد فشار ندیم به این دست. اینجای دست رو بگیریم، تو اولی اینجا رو میگرفتیم انگشت میزدیم، حالا ساعد میگیریم و مچ میزنیم. مچ ببین صفر نکنین این مچتون رو. شاید تو اولای کار یه مقدار مچتون درد بگیره، یه مقدار اذیت بشه. چرا؟ چون زیاد ازش استفاده نکرده. هنوز این مایچه‌ای داره ضعیفه و عصب عضله‌اش با ذهن شما اوکی نیست. ببین خیلی یواش، یک زاویه خیلی کم
تو زمانی که داریم مچ میزنین مایچه‌های اینجا و اینجا استفاده میشه. این دوتا مایچه شما باید قوی بشه، خیلی راحت. بعد بیاین با زمانی که یاد گرفتین چوری باید از مچ استفاده کنین، بیاین رو بالش اجرا کنین. بچه‌ها ببینین این اگه سر باشه خیلی ساده پرتاب میشه. تو این مدل بیشتر فری هند رو ایجاد میکنن، همونی که بهتون گفتم خیلی پرتاب میکنی، سایه قشنگی بهت میده. مدل فری هند مچ 1 2 3 4 یواش 5 6 7 8 9 10 20 تا میزنین. 20 تا شد. انگشت استفاده کردن از انگشت 60 و انگشتای پایین و بعدی از مچ. مایچه بعدی که وجود داره این چقدر ساده است، چقدر ساده است. وقتی که میای یه حرکت رو بازش میکنیم متوجه میشیم که این حرکت از یک قسمت‌های مختلفی تشکیل شده، از حرکت دست، از تسلط، از اینکه از کدومشون استفاده کنیم و پله پله داریم این بازی رو با هم دیگه طی می‌کنیم. خیلی ساده است. دومین مایچه که وجود داره بعد از مایچه مچ، مایچه ساعده یا همون آرنج. مایچه‌ای که شکستگی وجود داره و این فیت رو به ما میده، ازش میتونیم استفاده کنیم تا این ماشین اصلاح رو حرکت بدیم. خیلی خیلی ساده. یعنی چی؟ یعنی انگشت ثابت، مچ ثابت، فقط آرنج، سرشون هم ثابت. پس حرکت بعدیمون شد آرنج. میایم این رو، این میزان چیزی که داره ما میده بیشتره، فاصله بیشتری رو ما باش میتونیم کات کنیم. میایم روی بالش اینو امتحان میکنیم، همه ثابت، فقط بالشه رو پاره نکنیم چون یه بالشی که پارچه صافی داشته باشه استفاده کنیم. میاد مو رو کات میکنه میره، آرنج میچسبه تا فشار زیادی به سرشون رو نیاد، میچسبه. این چه ساده است. از نمای بغلم بگیرم، شل کنین، اینو بالا نیارین، خیلی هم فشار نیارین، خیلی شل و اینم زیاد فشار ندارین، تو نچسبه به کف دست، آزاد باشه و ازش استفاده کنن. خیلی ساده. از این نما هم میگیرم، ببینید خیلی ساده. فقط آرنج. میخوام عصب‌عضلاتش رو قوی کنه، میخوام مایشش رو در بیاریم، میخوام فردا روزی که دارین شما 3 ساعت 4 ساعت فکر میزنین از کت و کول نیافتین. مایچه باعث میشه شما استخوان دستتون نگه داشته بشه، مثل سیمان تو ساختمون میشه. اتفاقاتی که برای آرایشگرای عزیز پیش میاد اینه که صدمه میبینن بعد از مدت. آرنجشون همین که اشتباه دارن استفاده میکنن، از اون مایچه دارن اشتباه استفاده میکنن. دو اینکه مایچه هاشون ضعیفه، مایچه ها قوی نیست. زمانی که مایچه قوی باشه قشنگ میاد اون فضا رو در نظر میگیره و اون کاری که داره انجام میده به نحو احسن انجام بدیم. خب مایچه بعدی که هستش مایچه بچه‌ها سرشونه است. یعنی انگار میخوام اینجوری بهتون توضیح بدم، انگار این یه شاخه درخت ثابت، این یه شاخه درخته اصلا کلن ثابته، میاد مچ ثابت، انگشت ثابت، آرنج ثابت، فقط سرشونه. آرنج میچسته به زیر بغل، این ثابت و فقط از اینجا با سینه شما یه حرکت میندازه. این حرکت واسه زوایای خیلی ریزه. زمانی که ما میخوایم خیلی کوچیک یه جا رو برداریم کات کنیم، بهش میگن مثلا لکه‌گیری ها. مثلا تو لکه‌گیری ها ازش خیلی استفاده میشه، معمولا با کنارهای این نوک ماشین اصلاحتون که بهش میگن کورنر ایجاد میشه. تو کورنر زنی ها میتونید ازش استفاده کنیم. متوجه میشین؟ مثلا میخوام یک جای کوچیکی رو مثلا چی کنم،
خیلی کوچیک کات کنم، چون اینجوری کنم پرتاب میشه، زاویه از بین میره. مثلا میخوام یک کوچولو مثلا یه زاویه خیلی کوچولو رو بردارم، کوچیک رو بردارم، مثلا با نوک سایه‌شو مثلا از پررنگی در بیارم، همه جا کم رنگ شده سایه، یه جا مثلا پررنگ خال داره، خیلی کوچیک کورنر میزنم. کورنر زنید توی فید یکی از کارهای خیلی مهمه که خیلی از بچه‌هاش مشکل دارن، میخوان بیان سایه رو بردارن، یهو این خیلی بیش از حد مچ میزنن، این خیلی بیش از حد میاد، یهو سیاهی میره، چیز سفیدی هم تو سی روشن هم تبدیل به سفید میشه، همه رو ور میداره، چون موها خواب مختلفی داره، حالا باش آشنا میشیم. میاد خیلی میزنه و اون میره. واسه اینکه میخوام زاویه خیلی کوچیکی رو در نظر بگیریم، با کورنر بزنیم، اونم از سرشونه استفاده کنیم. واسه این تمرین بعدی ما رو بالش اینه که شما یک نقطه‌ای رو در نظر میگیرید. حالا میتونین یه کاغذی هم بگیرین، چسب بزنین بهش نقطه بذارین، یا اینکه به همین صورت این نقطه‌ای در نظر میگیرین و میای با سرشونه اون نقطه رو ور میدارین میزنین. همه ثابته، گوش کنین بچه‌ها، همه ثابته، فقط میاد سرشونه میزنه. از اینجا داره انرژی میاد تو خودمش، یه جایی 1 سانتی 2 سانتی داره اینجوری بازی میکنه، کورنر میزنه، از این ور کورنر میزنه، از این نوع کورنر میزنه، بس یه خواب سر یا خواب مو داره، فرم سر یا خواب مو داره. و این هم شد حرکت بعدی. خب و 4 تا تمرین رو ما تو این برنامه در نظر گرفتیم. تمرین اول استفاده کردن از ماهیچه انگشت برای اینکه ما به این ماشین اصلاح انرژی وارد کنیم تا انرژی ما رو کات کنه. یعنی چی؟ یعنی همونجوری که ما یاد گرفتیم چجوری این ماشین اصلاح رو دستمون نگه داریم، میایم انگشت میزنیم، فقط انگشت. ببینید اینجا رو هم نگه دارین که زمانی که دارین کار میکنین مچ شما تکون نخوره و بیاین 20 تا دونه این تمرین رو انجام بدین، خیلی یواش، خیلی آروم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و الی 20 رو که انجام دادین، میاین بعد تمرین روی مچتون تمرکز میکنین. مچ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و الی 20. ماهیچه بعدی که فشار میاره و این ماشین اصلاح رو حرکت میده، ماهیچه آرنجه. میچسبه، رو هوا نذارین چون سرشونتون اذیت میشه و صدایی میبینین، بچسبه. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و الی 20. فقط آرنج، بقیه ثابت. ماهیچه بعدی همه اینا ثابت، انگشت ثابت، مچ ثابت، ساعد ثابت و فقط سرشونه میزنه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ببینید حس میکنید خیلی ریزه، اسکیل کوچیک‌تر. اوایل که وارد آرایشگری شدم، یه 10 سال پیش اوستای آرایشگری داشتیم که با ماشین موزر کار میکرد. ما هم دیگه به تبع وارد این کار شدیم. خب سنش بالا بود اون موقع دیگه، اون زمان هم خیلی فید مثل این موقع نبود که الان اینقدر مدل‌های مختلف فید پشو اینجوری. من یادمه که اوایل اونقدر که علاقه داشتم فید زدن رو من از یوتیوب یاد گرفتم. یعنی اصلا ایجاد نمی‌کنیم تو سر مشتری. نهایت شماره‌ای که ما تو سر مشتری ایجاد می‌کنیم شماره 3 بود که این دم خطا و پس کردن روش کم می‌کرد. سفید نبود مثل این موقع که از شیور بزنی خط 0 رو محو کنی. من یادمه از یوتیوب ویدیو رو نگاه می‌کردم، قیچی رو از اون استاد ما یاد گرفتیم. کار قیچیش خیلی فوق‌العاده بود چون کلاسیک کار بود دیگه. من فید کردن و سایه انداختن و مدل‌های جدید از یوتیوب یاد می‌گرفتم. یادم یه موقعی دچار مشکل شدم توی بعضی از قسمت‌های فید و نمیتونستم دیگه اون دیدنی مثلا
توی یوتیوب متوجه بشم. یادمه که رفته بودم پیش یکی از دوستانمون که توی مثلا شهر بود تو اون موقع و آرایشگر خیلی خوبی هم بود. من به بهانه مو زدن میرفتم میشستم اونجا و خیلی هم آرایشگر شلوغی داشت و به بهانه مو زدن میشستم اونجا دستشون نگاه میکردم. اون جوان بود، اون فید رو مثلا میزد، دستگاه حرفه‌ای داشت واسه خودش، اون موقع وال داشت، اون موقع مثلا وال کوردلس داشت و فید رو انجام میداد. من نگاه میکردم اون چیزایی که مثلا بود رو زمانی که رو سر من داشت میزد، من دونه دونه اونها متوجه میشم. اون نمیدونست من آرایشگرم. اواخر یادم فهمید من آرایشگرم، برگشت من گفت که این هزینه این آموزش‌ها رو ازت میگیرم و شوخی میگفت. ان شاءالله هر جایی که هست موفق باشه. و علاقه دیگه، الان دیگه ما توی عرصه و دنیای هستیم که دیگه آموزش ها به صورت خیلی ساده، اپلیکیشن هایی وجود داره در مورد آرایشگری، فضای یوتیوب، فضای اینستاگرام، من کامل دارم همینجوری توضیح میدم. ماشین‌سازی به قیمت خیلی پایین، شما خیلی راحت میتونی اینترنتی خرید. الان واقعا اگه هر بهونه‌ای بیاری واقعا به نظر من گناهه اصلا، چون ما خیلی راحت به همه چی دسترسی داریم. تو شهر هممون لوازم آرایشی حرفه‌ای هست، تو شهر هممون آرایشگاه خیلی خوب هست. بهونه بچه‌ها اینه که من کجا وایسم کار کنم. اشکال نداره، واسه اینکه واقعا میخوای به جایگاهی برسی پادویی کن، برو جارو بزن، برو چیزایی که داری یاد میگیری رو برو تمرین کن، برو به پسرعموت رو بنداز، درخواست کن پسرعمو جان بیا موهاتو بزنم، بابا جان بیا موهاتو بزنم، درخواست کنین. هیچ چیزی بدون تلاش کردن به دست نمیاد. فقط بشین اونجا بگی من دوست دارم آرایشگر بشم، به در و دیوار نگاه کنی، قیچی رو بگیری دسته، این کاری واسط نمیکنه. شما باید اینو تو بدنت ایجاد کنی، باید این لایف استایل رو بگیری. ما سعی کردیم که تو این کانال فقط در مورد ابزار آرایشگری صحبت نکنیم، چون یک آرایشگر خوب فقط یک آرایشگر نیست، فقط بلد نیست از این ماشین اصلاح استفاده کنه. یک آرایشگر خوب آرایشگری که بتونه روابط خوب برقرار کنه، جسور باشه، جسارت داشته باشه، استمرار داشته باشه تو کارش و از همین ابتدای کار خفش کن اون باور منفی که میگه الش کن نمیشه، همون اوایل کار واقعا خفش کن، دلیلی نداره، تمرین کن، وقت بذار واسه خودت. هر وقتی که ویدیو میگیرم دقیقاً همین احساس در من هست. مثل روز اول که وارد آرایشگری شدم خفه کردم اون ترس رو، مثل همون روز هر ویدیویی که میگیرم با اینکه مغازه شلوغه، با اینکه وقت نمیشه، بعضی وقتا تایم خیلی، الان بعضی از ویدیوهای من تو تایم ساعت 11-12 شب گرفته شده، چون من عاشق این کارم. من دوست دارم که در راستای کارم خودم رو گسترش بدم، لذت میبرم. زندگی چیز جزئی نیست بچه‌ها. چون به هر چیزی هم برسین باید زندگی کنید. فکر نکنید که اگه مثلا یه آرایشگاه خیلی حرفه‌ای هم داشته باشین کار تمامه. نه، همیشه این تلاش کردنه به شما انرژی میده، همیشه مسیر رسیدن به هدف بهتون انرژی میده. خود هدف وقتی بهش میرسین واسهتون درست لذت بخشه، ولی شاید نهایتا 1-2 ماه کمتر لذت رو بهتون میده و هدف بعدی و هدف بعدی و هدف بعدی. کلا زندگی لذتش در مسیره. از مسیر لذت ببرین، از مسیری که دارین تلاش میکنین به یک آرایشگر خوب از آموزش ها و تمارین لذت ببرین، با عشق انجامش بدین و تارگت بذارین واسه خودتون. همین ابتدای کار تارگت بذار که تو بتونی مثلا واسه خودی آرایشگاه بزنی. ببین آرایشگاه خودت، از تجسم استفاده کن. به خدا میشه، دیدم که میگم میشه. نکرد نداره، در هر مسیری تلاش کنی به اون چیزی که میخوای میرسی. دیدم که میشه. هدف بزرگ زمان و تلاش بیشتر، هدف کوچیک به نوبه خودش تلاش اندازه خودش. خیلی مخلصیم، خیلی خوشحالم از این که میبینم دوستان عزیز دارن ما رو دنبال میکنن و باعث افتخار منه. احساس خیلی خوبی به من دست میده. این آموزش‌ها رو در خدمت شما ارائه میدم، انتشار میکنم، منتشر میکنم و با دل جونم هستش و خوشحال میشم. یه روزی میبینم بچه‌ها میخوان بیان پیش من و بگن که آقای ملکنی از آموزش‌های شما استفاده کردیم، آرایشگر شدیم، آرایشگاه زدیم. باعث افتخار منه.
و خیلی خوشحالم از این قضیه که دارم این علمیه که تو این مسیر یاد گرفتم و در خدمت شما دوستان عزیز قرار میدم. امیدوارم هر جا که هستین زندگیتون سرشار از ثروت و سلامتی باشه و تا قسمت بعدی این برنامه یا علی.